ماموران امنیت تاجیکستان زیاده از 30 ساکن جماعت یزگولام نویه ونج را دستگیر کرده اما هیچ شرحی ندادند. به اطلاع دریافتی بازداشت آنها روز 16 ماه صورت گرفته به آمادگی به خرابکاری گمانبر می شوند. در همان شب روز مرزبان‌های تاجیکستان سفر ساکنان جمهوری و خارجی آن را به منطقه‌های سرحدی از جمله به ولایت مختار کوهستان بدخشان محدود کردند. مصنف میمانوف رئیس جماعت یزگولام روز 23 ماه به رادیوی آزادی گفت 12 ساکن دهه جمک برای بازپرسی به شهر دوشنبه برده شدند. او با بهانه آنکه قضیه مخفی است و آن را نمایندگان کمیته امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی تحقیق دارند تفصیلات نداد. با گذشت یک هفته از این حادثه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان قضیه را به طور رسمی شرح نداده است. معلوم نیست که انگیزه اصلی چیست. رسانه‌های پامیر اینساید و ازدا تیوی روز 22 ماه با تکیه به منبع‌های خود درباره بازداشت کمش 35 ساکن دهه جمک و اندربک یزگولام گزارش دادند. پامیر اینساید روز 23 ماه نیز با تکیه به یک منبعش در نهادهای امنیتی تاجیکستان انگیزه عملیات ویژه را معرکه گسترده ضد حجاب و روسری پیوند داد. آن جوانانی که می توانستند برای رید مشکل ایجاد کنند پیش بازداشت شدند. چندین منصوبات رادیو آزادی در جماعت یزگولام بازداشت ساکنان را با آوازه ها درباره گویا وارد شدن گروه از افغانستان ربط دادند. رادیو آزادی حقیقت یا تن آوازه بودن مسئله را از رئیس جماعت یزگولام نویه ونج پرسید. منصف میمانوف وجود آوازه ها را تصدیق کرد اما درباره آنکه آیا واقعا گروه از افغانستان به حدود تاجیکستان گذشته است یا نه پاسخ نداد. آدینشا مرززاده رئیس نویه ونج روز 23 ماه گفت واقعا چند پیش مقامات با مردم یزگولام ملاقات و سوال و جواب کردند. مسئله عبور چند تن از افغانستان یکی از سالهایی بود که مقامات در میان گذاشته بودند. حالا وضع آرام است و پرسش و تعقیب جای ندارد افزود. یک سال پیش 26 اپریل سال 2023 در موضع دشت یزگولام نویه ونج دو عضو جماعت انصارالله که از حدود افغانستان به خاک تاجیکستان وارد گردیده بودند کشته شدند. مرزبان‌های تاجیکستان روز 7 ماه از شهروندان جمهوری و خارجیان خواستند که به شناسنامه یا سندهای دیگر تصدیق کننده هویت به منطقه‌های سرحدی در ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان نروند. این دو ولایت در سرحد با افغانستان جایگیر است. مقامات سبب را به وضع منطقه و جهان و کوشش سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی برای غیر قانونی گذشتن سرحد دولتی و عملهای ضد بشری تروریستی در نقطه‌های گوناگون سیاره از جمله در تاجیکستان ربط دادند.